اگر تو ایران میخواین دستگاه‌های مربوط به گوگل رو راه بندازین و نتونستین موفق بشین تا الان، این ویدیو مختص شماست، چون یه دونه آموزش توی گوگل پیدا نمی‌کنید راجع به این موضوع. حالا شما باید چه کار بکنید؟ اولین کاری که بکنید باید انجام بدین اینه که شما باید یه روتری داشته باشین که قابلیت نصب شدن VPN روش باشه، چون اینا خودشون گیرندن، دستگاهایی که توشون سیم کارت وصل نمیشه و به واسطه اینکه شما یه اکسس پوینتی داشته باشین، یه روتری داشته باشین، اینترنت رو میگیرن و کار میکنن. از زمانی که اینترنت ایران IP ایران رو میخونه، پس قاعدتا کار نمیکنه. پس شما لازم دارید یه روتری داشته باشین که بتونید روش VPN بزنید. بعد از اینکه روتر رو روش VPN تون رو نصب کردید، من به طور مثال آلمان رو میگم، وقتی VPN آلمانتون رو وصل کردین، این به تنهایی کافی نیست، چون این دستگاه قابلیت این رو داره، یعنی چون همشون برای گوگلن، اندروید هم برای گوگله، همشون به این اجازه رو دارن تقریبا که گوشیتون رو متوجه میشه توی کدوم کشور هستش. زمانی که میبینه داخل ایران هستش کار نمیکنه، یعنی پس فقط روتر VPN خورده کافی نیست. پس شما بغیر از این که باید یه دونه IP مربوط به مثلا اون کشور رو داشته باشین، مثلا در نظر بگیریم آلمان داشته باشین، بغیر از اون باید GPS آلمان رو هم یه کاری بکنید گوشیتون GPS آلمان رو نشون میده. حالا چطور میتونیم این کار بکنیم؟ شما الان ایران این GPS رو نمیتونید بزنید، پس قاعدتا باید گوشی رو در شرایطی قرار بدیم که GPS آلمان نشون بده. میایم چیکار میکنیم؟ گوشی رو میبریم رو حالت دیولپر مود. زمانی که گوشی رو حالت دیولپر مود باشه، اپلیکیشن هایی مثل لوکیشن فیکر روش کار میکنن، اجازه فعالیت پیدا میکنه. چرا؟ چون شما رو به حالت دیولپر مود میبینه. وقتی به حالت دیولپر مود ببینه، پس اجازه میده انگار که شما دارین یه سری اپلیکیشن رو تست میزنید. پس اپلیکیشن لوکیشن فیکر کار میکنن. پس اونجا شما لوکیشن فیکر رو وقتی روشن کنید، حالا اپلیکیشنش رو خودتون انتخاب کنید چه اپلیکیشن هست تا دلتون بخواد داخل پلی استور هستش. وقتی لوکیشن این کار میکنید، لوکیشن همون آلمان رو باید انتخاب کنید. یعنی این دستگاه‌های گوگل از دو جهت سعی میکنن پیدا بکنن شما کجا هستین. پس یعنی لوکیشن و IP همزمان باید با هم دیگه جفتش یه جا رو نشون بده. ترجیحاً شما زمانی که در گوگل مای هومتون یه دونه خونه رو معرفی میکنی، یک هوم معرفی میکنی، از شما آدرس رو میخواد. پس بهترین حالت اینه که حتی یک کوچه رو انتخاب بکنید که لوکیشنش رو که میزنید، کد پستیش هم حتی داخل گوگل مای هومتون وارد بکنید. یعنی یه مثلثی که یک جا رو داره، دقیقاً از سه جهت داره یک نقطه رو دقیقاً نشون میده. به راحتی هم داخل گوگل مپ وقتی روش کلیک بکنید، کد پستی رو هم حتی بهتون میده، آدرس دقیقاً میده، خونه رو معرفی میکنید. راحت زمانی که اونجا بزنید دیگه، اونجا از همینجا QR کد بهتون میده این دستگاه، یا از همینجا میتونید راحت وقتی اد بزنید به راحتی میتونید وارد بشید. اون قسمت رو احتمالاً خودتون بلدید، من اونا رو توضیح نمیدم. اما تنها راه حلی که میتونید این کارو انجام بدین رعایت این مثلثه. اگر این مثلث رو انجام بدین، به راحتی میتونید این دستگاه رو استفاده بکنید. داخل ایران هیچ مشکلی هم ندارید. خیلی ممنون از اینکه ما رو فالو میکنید. حتما این کارو بکنید، چون خیلی به ما کمک میکنه که بدونیم اگر شما کانتنتی رو دوست دارین، ما دقیقاً بتونیم تشخیص بدیم.